چی باعث شد به هنر روی آوردین؟ از طفولیت یک بخشی از کاراکتر خودم بود. دخترها میگن حسود هستن. کدام وقت حسادت کردین امروز کدام هنرکار دیگه؟ خودم شخصا که قسم چیزی پیش نامد. خودتان چند سال میشه نقاشی کار میکنین؟ شاید از سن 11 یا 12 سالگی. د رحمان او رحیم ذات په سپیڅلي نامه درنو قدرمنونکو په سلامونه او نیکو هیله مو هر کله کوم وخت مو بخیر په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او د صحت جامع مو پرتن وي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د استادونو د وده او کارمخانو کورنۍ او ټیټ همیشه ځوانان تقدیروي او همیشه هغه کسان تقدیروي چې ټول ته مثبت ګام دي په دې لړ کې را سره نن داسې یوه خور ده چې هغه ټول عمر یې په هنر او هنر ته په خدمت کې تیر شوی داسې خور ده چې د کور نه په آنلاین ډول باندې د ګلانو نقاشۍ او کیکونو ترتیب کوي او د خلکو تر کورونو یې ورسوي خبرې نه اوږدوم قدرمن دوستانو نن را سره په خپرونه کې درنه خور هنرکاره نجوا را سره ده په ژوند او فعالیتونو یې غږیږو بانو نجوا خوش آمدین. خوش باشین، زنده باشین. تشکر که مرا همراهتون دارین. بخیر و سلامت باشین. در قدم نخست اگه خود به بیننده ها معرفی کنین. نجوا کاسانی هستم، از متولدین کشور عربستان در مدینه منوره. تقریبا 7 سال میشه که افغانستان آمدیم و همینجا زندگی میکنیم. 2 سال آخر مکتب خود هم همینجا خلاص کردیم، فارغ شدم. بعد از سپری کردن امتحان کنکور در پانتون پلیتکنیک هم قبول شدیم در رشته انجینیری منابع آب البته و 1 سال تحصیلات خود ادامه دادیم. بسیار خوب. چی باعث شد به هنر روی آوردین؟ راستش اگر بگویم هنر از طفولیت یک بخشی از کاراکتر خودم بود. چون از طفولیت با کارهای دستی و رسامی و در عموم آشپزی هم که یک بخش هنر حساب میشه. همیشه علاقمندی داشتم و دوست داشتم خودم پیش ببرم. دیگه باز این هنرها هم تو به مرور سالها هم تو همراه خودم شکل گرفت دیگه. بسیار خوب. اولین نقاشی که انجام دادین نسبت به نقاشی های فعلانتون چقدر فرق داشت؟ خیلی تفاوت داره از لحاظ تکنیک خود رسامی، رنگ‌آمیزی، مثلا خود بعضی تکنیک هایی که استفاده میشه از لحاظ ابعاد رسامی، رسم های آخرم نسبت به اونا خیلی پروفشنال تر است بحثا. بسیار خوب. خودتان چند سال میشه نقاشی کار میکنین؟ اگر بگویم از روزی که به یادم میاد رسامی میکنم، یعنی همیشه کردیم، هیچ وقت وقفه نگرفتیم. شاید از سن 11 یا 12 سالگی ممکن به شکل متواتر همیشه رسامی کردیم الا تقریبا همین 6 سال پیش که بعدا مصروف خواندن و کارهای خود کشیدم حالی هم رسامی میکنم ولی یک کمی منقطع به حساب. بسیار خوب. میتونین چهره رسامی کنین یا نه خیر فقط طبیعت رسامی؟ نه یاد دارم. من تقریبا 1 سال 2 سال فوکسم سر پورتری بود. بعد از پورتری بعدا سر نیچر آمدم به حساب. ولی در عموم استایل رسامی به حساب ریالیسم میآید. ریالیسم همراه یک تچ از در عربی تأثیری میگم. بسیار خوب. بعد از رسامی و هنرتان میایم بالای کارهای آنلاینتان. در کارهای آنلاین کدام کار انجام میتین شما؟ کارهای آنلاین فعلا 2 پیج فعال دارم. یکی به نام نور کاندلز است و دیگه هم به نام المغازه مید. در نور کاندلز آغاز ما همراه شمسازی بود بحثا. بعد از شمسازی خواستیم که بخش کیک هم اضافه کنیم که ما راستش از پیشرفت این کار آنقدر مطمئن نبودیم که بخوایم به او پیج جداگانه جور کنیم ولی خوشبختانه بسیار زیاد خوب پیش رفت. همراه شمها او را گد پیش میبرم و پیج المغازه مید ای برای لوازم دیکوری است به نام سنگ مصنوعی میگن فعلا که اونا را خود ما در خانه در قالب ها بعضی لوازم ها را میسازیم مثل گلدان و همین چیزا. بسیار خوب. این کاری که شما میکنین کارهای آنلاینتان همکار دارین دیگه دخترها همراهتان کار میکنن یا خیر تنها هستین؟ همراهی هم دخترایی که کار میکنن در بخش ادمینی کمک میکنن. مثلا امی کنترل پیج هایم، جواب دادن به مشتری ها، همکاری هم امی صحبت در عموم همراه مشتری ها ادمین هایم فعلا پیش میبرن. بسیار خوب. اونا هم تقریبا ماهانه برایشان معاش پرداخت میکنم دیگه. انشالله که در آینده در صورتی که توانستم البته مادیات مساعد بود که کارگاه داشته باشم
باز اون حالت میشه که من همراه خود هم شخص همکار هم داشته باشم که کمک کنن. فعلا کمکم فامیلم هستن. بسیار خوب. خب میایم به شروع کار. از چقدر سرمایه کار شروع کردین؟ با نور کندلز البته این کار شریکی است بین ما و یکی از دوستها. اونا سرمایه را برای ما دادن و ما کار پیش بردم. سرمایه اولی ما و اونا 15,000 افغانی بود. از 15,000 افغانی ما شروع کردیم و به همون سرمایه پیش رفتیم. سرمایه اضافه پرداخت نکردیم چون کار خودش پیش رفت. از خود مفادش دوباره ما سرمایه خود هم دریافت کردیم و هم مفاد داشتیم که کار بتونیم بزرگتر کنیم. بسیار خوب. پلان‌های آینده تان در کارهای آنلاین دارین یا نخیر سر همین کارا کفایت میکنه؟ پلان‌های آینده که داریم. ما قبل از ایدو پیج یک پیج دیگر داشتم به نام الکاسانی بود که اونجا ما به حساب لباس بود. برای یک مدت ما فعالیت او پیج هم متوقف کردیم بنابر بعض مشکلات در دیزاین همین موضوع. یکی پلان او هست میخوایم به شکل متفاوت‌تر پیش ببرم و یکی هم پلان خود هم پیج نور کندلز است که میخوایم توسعه بیشتر یافت کنم ولی از لحاظ بعض مادیات مشکل پیش میاد. خب حلش میکنیم. میخوایم خدمات متفاوت‌تر هم ارائه کنیم برای مشتریان، مخصوصا برای مشتریان ما که خارج از کشور هستن. یعنی خارج از کشور هم شما میتونید مشتری دریافت کنید؟ بله، ما روزانه تقریبا 2 الی 3 مشتری حتما خارج از کشور داریم. مثلا اونا اینجا دوست ها دارن، اعضای فامیلشان هنوز هستن، با اونا مناسبت ها پیش میاد، سالگرد یا تبریکی، نامزادی یا هر چی که بود، باز از ما درخواست میکنن که برایشان یک تحفه از طرف اونا بفرستیم. بسیار خوب. یک خدماتی است که اونا از راه دور میتونن اینجا هم همراه دوستای خود باشن. کاری که شما میکنین رضایت دارین و چی نظر دارین که دیگه دخترها می کار کرده میتونن یا خیر؟ والله میتونن، چرا نمیتونن. همیشه ما در پیج خود هم پیج شخصی خودم تقریبا 2 الی 3 ریل ماندیم در بخش شروع آنلاین بیزنس، چون همیشه دخترها پیام میتن به خودم هم که خب واقعا بعضی دخترها خرد هستن، اکسپریانس ندارن، نمیفهمن که امیر چه قسم شروع کنیم و میترسن که اگر غلط شروع کنیم همون سرمایه خود ما ضایع نشه و دخترای خرد هستن یعنی به سختی همو پول یافت کردن. دیگه ما تقریبا 2 ریل آموزشی برایشان ماندیم از نکاتی که باید مراعات کنن، چه چیزا رو باید جستجو کنن در آغاز که کارشان خوب پیش بره. ولی البته به هر شروع هر کار تلاش نیاز است، خلاقیت نیاز است. همیشه ما همین رو برشان میگم. هر کاری که شروع میکنین مهم نیست که این کار قبلا یک نفر شروع کرد. خب اگر از یک لحاظ فکر کنیم همیال در بازار هم چندین دکان لباس فروشی هست، ولی به این معنا نیست که ما هم نباید شروع کنم. ما باید به یک روش شروع کنم، یک ایدیای نو اضافه کنم که مرا چی متمایز باعث میشه که من از اونا باشم، که چرا این مشتری به جایی که پیش اونا بره پیش ما بیاین. شما از خلاقیت خود به کار ببرید، کوشش کنین که خلاق باشین نه کاپیگر باشین. از نگوین که فلانی کارش خوب پیش رفت شما هم عین کار پیش میبرین. نه خیر، او کار پیش برد، تو به یک شکل دیگر از خود پیش ببر. بله. دخترها میگن حسود هستن. کدام وقت حسادت کردین امروز کدام هنرکار دیگه؟ خودم شخصا نه، خودم شخصا که قسم چیزی پیش نامد، ولی خب به حساب در جامعه که می باشیم همراه آدمای متفاوت برخورد میشه. به خودم در اینستاگرام او قسمی هم خیلی پیش میاین که دخترها می باشن که یک کمی حسادت میکنن چون میبینن مصروف کار از زندگی است میره و میآید، به جای که یعنی تشویق کنن خب بعضی کلمای منفی میزنن. خب زد به دل نمیگیریم، چون ما هم میفهم که از چی دل اینا ای گپا گفتن. به حساب جامعه ممکن در فامیل مشکلات داشتن، نتونستن این کار پیش ببرن. خب بعضیا امی مشکلاتی که برشون پیش میاد نمیتونن به شکل مثبت ازش استفاده کنن، بس به فکرهای منفی میرن و یک چه بگویم مثل کینه وارد دلشان پیدا میشه. که چرا اونا تونستن چرا من نمیتونم، او هم دختر است من هم دختر هستم. بسیار خوب. با نظرهای مردم البته نظرات منفی ارزش میتین یا خیر؟ اونقدر زیاد نیست، مخصوصا در این کاری که من شروع کردم یاد گرفتم که نباید بکنم، چون یعنی امکان نداره که همیشه همه شما رو دوست داشته باشن. ولی بازم شکر فضل خدا همیشه یعنی به جانب مثبت سعی میکنم. میگم شاید میگم یک پیام منفی باشه ولی در مقابلش همون روز مثلا ما 10 پیام مثبت گرفتم. بله. یعنی میگم جنبه کسانی که یعنی حتی همون کسانی که جنبه منفی میگیرن
سر بعضی چیزایی به نظر من ناقص اصلا به کارم تعلق نداره. خب اونا کوشش ای هستن که یک ذره غلط یافت کنن که ما همین را انتقاد کنیم یا یک گپ منفی بگیم با وجودی که چیزی نمیافن. تا هنوز روز رسیده که به خودت گفته باشی که والا دیگه من این کار انجام نمیتونم، قبس است یا به دردم نخورد؟ نه، هیچ وقت. مکمل راضی هستین از کار خود؟ الحمدلله همیشه. میخوایم که بیشتر از این که دارش. هنوز من میگم که هنوز من درست تلاش نمیکنم. باید از این که بیشتر تلاش کنم. اگر زمینه براتون مساعد شود چی پلانا دارین؟ پلان اولیم طوری که گفتم میخوایم که یک کارگاه کامل باشه که تمام همین کارها باشه و البته در صورتی که کارگاه بزرگ یا مناسب تر باشه که یک بخش آموزشی هم بتونم. مثلا خیلی ها میگن که مثلا همین ما در بخش عکاسی هم کمی فعالیت دارم، میگن امی عکاسی تان هم بر ما آموزش بدین و البته عکاسی کمی کاری است که نمیشه که ما آنلاین آموزش بدیم، باید حضوری پیش بیایم. بله که امکانات این موضوع یک کمکی با مثلا کامرا و چیزا نیاز است که آمادگی باشه برای شاگردانی، چون خیلی دختر هستن خب امکانات همین را ندارن که برایشون مهیا باشه و در پالوی مثلا بعضی هنرهایی که خودم یاد دارم میشه که با اونا هم یاد بتونم که یاد هم گرفتن هم کار خودم هم باشن. بسیار خوب. فعالیت شما شروع کردین کار میکنین، بزرگترین حامیتان کی بود؟ بزرگترین حامی همیشه فامیلم بودن. یعنی من هر کاری که شروع میکنم همیشه در خانه مشوره اولا همراه مادرم همراه پدرم میگم من میخوایم اینی کار شروع کنم، اینی تو کارا داره. حتی امی کار قبل از که من کار آنلاین شروع کنم من که فقط بلاگری میکردم یا امی که عکاسی میکردم، یعنی اتو نبود که فامیلم یا مادرم بگن که چی میکنی وقتی خود ضایع کرده عکس میگیری و پست میکنی. نه میگفتن خواست ایس بکو، مشکل نبود. یعنی هنوز حمایتم میکنم. مثلا میگفتم من میخواستم اینی چیزا رو به خانه بگیریم که اما عکسای مقبول بیه، میرفتیم میخریدیم خود ما جور میکردیم که عکسایم خوبش بیه و حالی که رشد کرد درآمد هم دارم، اونا هم یعنی الحمدلله راضی هستن که ما سپورتش کردیم که به این مرحله رسید. بسیار خوب. در اواخر اگه کدام پیام باشه به دخترای افغان میتونین پیام خدا برسونید؟ پیام من همی است که میفهمم که شرایط سخت است ولی یعنی اگر به این لحاظ بیاییم در انگلیسی میگم life is always unfair so you have to be a better player. شما هیچ وقت توقع ای را نداشته باشین که زندگی به شما منصفانه و عادلانه رفتار میکنه. اگر همراه شما زندگی به شکل عادلانه پیش رفت، شما هیچ وقت زندگی خود نه از خلاقیت خود به خرج میبرین، نه زحمت خود میفهمین، نه ای که میفهمین که شما به چه اندازه میتونین از توان خود استفاده کنین. اما آدم که وقتی که در مشکلات که برخورد شد باز میفهمه که این مشکل است، از عقل خود استفاده میکنه که من از این مشکل چه قسم بیرون شم، از این مشکلی که من فعلا هستم چه استفاده کنم. مثلا فعلا شما وقتی بیکار دارین، از این وقت فراغی که فعلا شما دارین استفاده بیشتر داشته باشین، چه از لحاظ کار باشه یا از لحاظ یاد گرفتن یک هنر نو باشه، خواندن یک کتاب باشه. یعنی وقت بسیار یک چیز مهم است. من انسانی هستم که دقیقی روز خود حساب میکنم. وقتی که شما با وقت خود ارزش قائل نبودین، ما ایره به شما هم صراحتا میگم هیچ وقت توقع پیشرفت در زندگی خود نداشته باشین. چون کسی که 5 دقیقه روز میگه که یک 5 دقیقه است، در 5 دقیقه روز من میتونم یک سفارش کامل آماده کنم. اینقدر یک 5 دقیقه برای مهم است. شما هم ذره به ذره روزتان همیشه پلان کنین، فکر کنین شما چی توانایی هایی را دارین که میتونین ازش استفاده کنین، نوت کنین پیش خود و انشالله که همه موفق باشین. خوب بانو نجوا، موفق باشین. واقعا کارهای خوب انجام دادین. اینجا یک تقدیرنامه است از طرف مؤسسه اوتید، از طرف رئیس مؤسسه اوتید دکتر صاحب حیات الله عتید به شما در نظر گرفته شده. در عرصه زندگی موفق باشین، کامگار و سلامت باشین، بخیر سلامت باشین. تشکر. درنه او قدرمن لیدونکو، تاسو درنه او قدرمن خور نجوا وپیژندل او د هغې له فعالیتونو څخه آګاه شوئ. که تاسو هم ورته شخصیتونه پیژنئ نو زموږ د واتساپ په شمېره زموږ سره اړیکه ونیسئ. تر بلې خپرونې چې زه رفیع الله فاروقي ستاسو چوپړ ته راځم، تاسو ټول په لوی بښونکي او مهربانه خدای سپارم. په ځان پام کوئ. السلام علیکم ورحمة الله.